سلام بچه، خیلی خوش اومدید به ویدیو. توی ویدیو ماینکرافتی با اومده ماینکرافت اما چی هاردکور قسمت دوم. میخوایم بریم این دفعه یکم کار کنیم تو هاردکور و روی ویلیج یکم کار کنیم و یکم خونه کار کنیم. این از ویدیو خوش بیاد لایک کنید. کردم فراموش نشه کانال آپارات هم یه نگاه بندازید. کانال آپارات هم لایک دنبال کنید. بریم سراغ این ویدیو خفن. خب اولا این ویلیجر رو اینجا میبینیم. آره میتونیم باش ترید کنیم، همین ویلیجر ترید میتونست کنیم. و من تیر نمیخوام. چطوری بگم تیر نمیخوام؟ میخوام برم یکم چوب جمع کنم اولا که برم چی میگم، یکم چوب جمع کنم اولا و برم اونجا رو کلا غارت کنم دیگه. آره من کلا اونجا غارتش کنم دوما. آره دیگه. و اینجا یه دونه گربه هست، یکم چوب جمع کنیم. شاید بگی چه خونه ویلیجر رو جمع کنم همجوری. حالا جای دیگه چوب نداره. تو بایوم برفی هم هستیم، برای این جای دیگه چوب نیست. و شاید بگی چوب باید چی میخوام؟ برای استیک کنم و به این ویلیجر رو بفروشم. مقدار زیادی استیک میخوام تا مقدار زیادی امرالد گیر بیارم. در اگر از این سری خوشت اومد و یه ایده خاص داری برای این سری هاردکور، حتما تو کامنت برام بگید قطعا بگید. خب پای خرگوش میگه من خرم اینو بخرم. من هشدار داده بودم. استیک به تعداد زیاد. و استیک جمع بگیر. آهان استیکم تموم شد. ببین کراسبو دارم. ببین من خودم کراسبو دارم. خب چه دیگه میدی یا نه؟ خب اینا میتونم بالا باش کردیم. استیکار بنداز بالا. ما استیکش کنیم یکم. اوکیه. ببین من یک حرکت بزنم کل ویلیج رو نابود میشه، پس برای من نکن. همه دی من یک حرکت رو نمیزنم. اینو بردارم و این بندازم. مشکل شد. واجه میگیم بخوابیم دیگه. بلاک امرالد درست کنم. چند دقیقا 9 تا دارم. یه دو بلاک امرالد درست کنم توی صورت ویلیجر رو بکن. آره این ویلیجر شب خوب. و خواستم چیکار
خب مرحله بعدی کارمان این بود که نونش کنیم و این از این رو درست کنیم و بریم یه خونمون رو تم برفی بزنیم. آره آره واسه بود در روستا به خونه میبنده و بینم بیرون گم شو بیرون. خب یکی میخواستیم بریم اونجا رو کلان بگیریم مال خودم. خب میخوایم بریم الان و بگیریم. لازم ببین هاردکور دیگه نمیخوام ببینم توش دیگه، هم زنده بمونم. نه باسو بینم باسو ها برو بچه خونه اونو قرصتش کردم. یه خونه شد. اونجا گیجوبه داره گیجوبه و بریم اینجا رو اول یه رو قارت کنیم. آره بچه ها نتونستم ویدیو ساعت 4 بذارم چون یکم کار داشته برایم ساعت 4 نشد دقیق بذارم برام. آره و اینجا سر پلیجر میاد. چرا همچه سره میاد. غذا میخوریم میریم بالا. تو پلیجر هم اونجاست. حرف گیری حال کنی زرم دقیقا تو هدف. ببینم کجا رفت اون. و از گوشه زدمش و احساس کنم اینجا نبونم بهتره. احساس کنم اینا هستن هنوز زندن و هم دردم بیشتر میترسم. یه ایده خفن زده بسنم. همه این میدونی که تحوال اینا رو قتل عامه سرسری کردن کربا. همه میدونی که وقتی به اون آبیا بهشون دستش یه چیزی بدید اینا دنبالش و هر جا از اون افتاده باشه رو برمیدارم براتون. پس ما چیکار کنیم؟ برف بده برف اون که بیکاره بهش برف بدم جمع کنم. اوکیه ای بچه یه نمانم ای یا خدا
خدا رو شکر. وای 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 در رو 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 در رو. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. نون بده نون بده اصلا نون نون نون. وای 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 وای. الان مرده بودم الان مرده بودم. غذا بخور غذا بخور غذا بخور غذا بخور. لوتو ولش کن لوتو ولش کن. میمیرم والا. همش گوشته داریم الان. میگه همش گوشت. ساعتی ویلیجر رو اذیت کنم. یه چند برف بکن تو صورتش تمام. و یا خدا فقط این پلیجر رو من نکشم برام کافیه. من نمیدونم چون یعنی بدتر از اینجا نمیتونستم اسپان بشم. واقعا نمیتونستم بدتر از اینجا اسپان شم. و یه دونه خرگوش اینجا داریم. گربه اینگاه من نکشم گربه میکشه. گربه دردش واسه تا خوبه. خوبیه اینا. اینجا لوت نکرده بودم. شاید بگی من میدونم برای چی میخوام برای این کار. ویلیجر پیدا کنیم. اون چیزی که فکر میکنی نه یه چیه دیگه. این ویلیجر برد خونت. ویلیجر میره تو خونش. برد خونت دیگه برد خونت. ای خدا نمیرن چه تو خونهشون. حالا میرن تو خونهشون درشون میزن بفتون شدشون. آره به خونتون حمله کردم بهمون. تو خونت نظرت خونه این همه برد خونت. برد خونت برد خونت برد خونت. یک گریبه برد خونت. یه برد خونت. میری یا نه؟ نمیرن تو خونهشون. ولم اونجور میزنم. اوکی بسم الله را دیدیم مثلا نشل دارم یه دفعه همجور روی چیز میزنم یکی میاد بزنشون و نشل با برف میزنم روی نشل میزنم بعدم همچون حرکت بزنم ولی نشد. خوشی ویلیجر بخواب 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 بخواب. حالا اگه خوابید
شاید که خیلی مسخره بازی میکنم. آره خودم رو میدونم. فردا میخوام برم یکم خونم و گنده کنم. آره الان میخوام برم خونه بازار کنم. چطوری؟ چوب میکنیم. چوب یه خونه خودم. آره میخوام یه خونه بسازم. پس شروع کن به کندن خونه خودم. آره میکنیم چوباشو. تو خوشحال نشد تو همجا میمونی. خب من بکن. اینقدر خونه فعلا مان کردیم. بعد گمجو چوب بکنیم برای ساخت خونه جدید. نگاه توی خونه تخمه ویلجر زندگی کنم. همه خونه جدید بسازم خفن خوشگل. حالا فکر نکنید خیلی خوشگل میشه. لحظه از این خونه ویلجر خوشگل تره. خب خوشگل بسازم. نمیخوام اینجا یه خونه خوشگل بسازم. شبلا یه جای دیگه خونه خوشگل بسازم. و این از این. خب الان میریم اینجاها رو 5x5 خوبه دیگه بچه ها. دیگه واقعا 5x5 کافیه. آره 1 2 3 4 5 و 5 4 تا نه 3 تا تو. اوکی شد. 3 تا توش ارتفاع داره فقط. و 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 یک دونه از اون جدا کرد. شاید بگید من چون میپرم. آره چرا احساس کنم 5x5 خیلی کوچیکه ولی خیلی کافیه به نظر من. خیلی کوچیکه هم خیلی هم کافی هم کوچیکه. و فکر نکنه خونه خیلی خفنیه. یه خونه عادی. حالا اونقدر عادی نه ولی خب عادی. یکم کوچیکه واقعا فهمیدم. 3x3 واقعا دارم کوچیکی میکنم. اگر توش 5x5 باشه دیگه.
و اونجاش فقط یه ادامه داشتم. یک دو سه چهار و پنج. یه لحظه چه شد؟ دادا کم کم خونه آماده میشه. خونه آماده شد دیگه ویدیو تمومه. این قسمت رو تموم میکنم. هم از این اما احساس کنم ارتفاعش خیلی کمه. نمیدونم چرا ولی احساس کنم یه اشتباهی کردم. یه ارتفاع کمی برش گذاشتم. آره دوباره بکنیم همشو. برو اون ور. و 4 تا چوب میخوام. 4 تا. یه برف اومد. چه برفیه؟ من چرا؟ و اینجا از این از این و این از این و این از این در یه تونه اضافه. این از این این از این در رو بکن. این شکلی کن. این از این بکن.
خوبه. وای بیا اینجا. یه دونه تبر و یه دونه چی میخواستم؟ چوب دوباره. یا خدا. یا خدا یا خدا. ریخت خونه. و تو خونه برف جمع شد. این از این هنوز یک ذره چوب لازم دارم، پس مجبورم یه حرکت بزنم. فکر خوب شد دیگه. آره خوبه. و فعلا که خوبه. آره برای الان خوبه. من برفا بزنم. آره دیگه. وای جونم هم خیلی کمه. بچه‌ها این خونه رو ساختیم و یکم کار و اینا داره. مثلا اینجا بعد یه پله بذاریم و وصله خونه رو بیاریم و اینا که تو پارت بعدی میکنیم. و اینا از این ویدیو این قسمت خوشتون اومده باشه، لایک دنبال کردن پروششه. نظرات خودت که چیکار کنم یا تو این سریاس و هاردکور و اینا رو بگین و لایک دنبال کردن پروششه. یاره کانال آپاراتم هم نگاه کنید. کانال آپاراتم هم لایک دنبال کنید. کانال آپارات شهرات که تو کامنت هست، هر دومون تو کامنت هست، اونم یه لایک دنبال کنید و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.